پس از آن که رئیس جمهور کرزی اعلام کرد که به روز چهارشنبه شورای ملی تازه را افتتاح خواهد کرد، نزدیک به 300 نامزد معترض در کاخ ریاست جمهوری با رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند. شماری از نامزدان معترض در دیدارشان با رئیس جمهور هشدار دادند که هرگاه رئیس جمهور پارلمان را افتتاح کند آنان به کوه‌ها خواهند رفت. ما لس کاله فکر کاوه چې ته د افغانستان رئیس جمهور یې، خو زه اوس پوه شوم چې ته نه یې. ته یو مظلوم ته زمانم مظلوم یې. ما په تلویزیون کې خبرې کړي، بیګا به دې اورېدلي یا نه خلکو ویلې دا مخامخ نه شي ویلی، اوس یې درته مخامخ وایم. ما ویلي چې ته د خپل فرمان دفاع نشې کولی، ته د دې ملت دفاع څنګه کوې؟ خپل کاغذ دفاع. موږ چې ارګ ته راغلي چې هر ځلې وتي خلکو ویلي دا تلي چاپلوسي کړې، زه چاپلوس ماپلوس نه پلار و نیکه نه مې پېژنې. ما خو داسې فکر کوو چې دا افغانستان د افغانانو دی، زه پوه نه وم چې دا د ایکنبیری و د دیمستورا ده. امروز کسانی در پارلمان راه پیدا میکنه با تون مواد مخدر گیر آمدن، دوستیش به خودت معلومه. ما زندگی ذلت آمیز را در شهرها سپری نمی کنیم. یا ما را روان بکو به زندان یا ما میریم بکو. این نامزدان معترض از رئیس جمهور خواستند تا روش میرویس خان را در پیش گیرد. ما مردم به انصافی نیستیم. به این معنا مردم به انصافی نیستیم که او وکیلا را به 3 کاتگوری تقسیم میکنم. یک کاتگوری که وکیلایی هستند که بیماری سیاسی دارند، 2 وکیلای هستند که بیماری جرمی دارند به تقلب آمدند، وکیلای هستند که واقعا وکیل هستند، چشم ما کور باد که ما بگیم وکیل نیستند. اما این در کدام چغل تصفیه شود؟ در چغل شما و در چغل محکمه. اگر تاریخ میرویس زنده میکنی، اگر تاریخ خود زنده میکنی، یک استعفا بده برای مردم، یک گبرشان بگو که وطن دار هر کس دیگه زور داره بخوره، مر استعفا. رئیس جمهور در دیدارش با این نامزدان معترض میگوید که وی به خاطر جلوگیری از دستاندازی خارجی ها به گشایش پارلمان تن داده است. حتی اونها بعضی از این سفارت ها در این مجالس و بعضی از وکیل صاحب های برنده رفته بودن و گفتن که شما برین تا شورا بدون رئیس جمهور بشینیم، ما که تن میایم افتتاحش میکنیم. این خبر داری؟ خبری است. ما از تمام آگاه هستیم که اگر شما به همچین تحرکات دست بزنین، فرداش قیام ملی علیه شما خارجی از افغانستان میشه. از مجالسان در سفارت ها خبر داریم، از مجالسان در ملل متحد خبر داریم، از همش خبر داریم. وکیل صاحب آمدن پیش ما. رئیس جمهور کرزی تعهد کرد که پس از گشایش مجلس نمایندگان نیز دادگاه ویژه پرونده های انتخاباتی را بررسی خواهد کرد و حق به اقدار خواهد رسید. به فکرایی که از طرف کمیسیون اعلان شدن به بردگی مسئول هستم، پیش شما مسئول هستم تا که دعوایتان حل فصل نشده. مسئول هستم زمانی که من فیصله حکم کرد که فلانی برنده است فلانی نابرنده است، اونجا شما قناعت کنید. اونهایی از شما که دعوایتان در محاکم بر حق است، بر حق ثابت میشه. وعده میتم و امشب اعلانم میکنم که محکمه اختصاصی 1 ماه را که برش دادیم در 1 ماه حکم خود صادر کنه. شماره از این نامزدان معترض میگویند آنان بر رسم اعتراض 24 ساعت را در سلامخانه سپری کردند، اما نتوانستند مانع گشایش پارلمان از سوی رئیس جمهور شوند. دیروز ساعت 11:30 وقتی ملاقات با ما بود و این صحبت‌های ما در مراحل مختلف از دیروز تا امروز ساعت 11:30 برای 24 ساعت در مراحل مختلف ادامه داشت. برخی از این نامزدان معترض هرچند از گشایش پارلمان ناخشنود هستند، اما میگویند که هیچ کاری نخواهند کرد که کشور را به سوی بحران بکشاند. آنان میگویند که پس از این هر حرکت سیاسی را بر بنیاد قانون اساسی کشور انجام خواهند داد. از سوی هم برخی از آگاهان سیاسی میگویند که با در نظر داشت این که شمار زیادی از نامزدان پیروز که در انتخابات مجلس نمایندگان دست به تقلب زدند افراد قدرتمند هستند، از همین رو پس از گشایش شورای ملی این فرصت را به دادگاه ویژه و یا دیگر نهادهای عدلی و قضایی نمیدهند که آنان را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهند.